وزارت کورهای داخلی قرقیزستان خبر داد که در نتیجه یک عملیات مشترک مقامات ویژه قرقیزستان و قزاقستان در شهر الماتا تشکیل کننده یک مسیر بزرگ قاچاق مواد مخدر شهروند تاجیکستان OA سال تولدش 1986 دستگیر شد. از او بیش از 100 کیلو هیروئین دریافت و مصادره کردند. نرخ این مقدار مواد مخدر یافته شده در بازار سیاه 1,190,000 دلار برآورد می شود. بنا به اطلاع مرکز مطبوعات وزارت کورهای داخلی قرقیزستان، در نتیجه کارکرد طولانی عبارت از چند مرحله و تدبیرهای با مسئولیت کارمندان خدمات مبارزه با گردش غیر قانونی مواد مخدر، وزارت کورهای داخلی و کمیته امنیت ملی قرقیزستان و کمیته امنیت ملی قزاقستان عملیات مخصوص بین المللی جهت از بین بردن فعالیت یک سندیکات بین المللی قاچاق مواد مخدر برگزار کرده شد. این سندیکات به گفته مقامات به انتقال و فروش مقدار بزرگ مواد مخدر ساخت افغانستان از طریق قلمرو قرقیزستان مشغول بوده است. مرکز مطبوعات وزارت کورهای داخلی قرقیزستان در شرح نتیجه این عملیات گفت هنگام انتقال و نگهداری بیش از 100 کیلو مواد مخدر نوع هیروئین در قلمرو شهر الماتا تشکیل کننده این مسیر قاچاق مواد مخدر شهروند تاجیکستان OA سال تولدش 1986 دستگیر گردید. برای معاین کردن اعضای دیگر احتمالی این نرک سندیکات چاره‌بینی‌های مشترک من بعد دوام دارد. تفصیلات دیگر عملیات در الماتا که به بازداشت شهروند تاجیکستان با بیش از 100 کیلو مواد مخدر انجام یافت آورده نشده است. تاجیکستان با افغانستان بیش از 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد. در سالهای آخر به یک مسیر عمده قاچاق مواد مخدر افغانی از آن سوی آمو به تاجیکستان و از تاجیکستان به بازارهای سیاه شمال سیاره تبدیل یافته است. هر سال مقامات تاجیکستان بیش از 2 تن مواد مخدر اساساً تولید افغانستانی را مصادره می کنند. بنا به حساب‌ها تا 2000 زاده تاجیکستان در زندان‌های روسیه و قزاقستان و کشورهای دیگر با جرم‌های مربوط به قاچاق مواد مخدر ادای حکم می‌کنند. یک بخش اعظم از بیش از 10,000 محبوس در زندان‌های خود تاجیکستان نیز آنهای تشکیل می‌دهند که برای قاچاق مواد مخدر به دست افتادند.